درست کردی الان؟ اینو برای چی درست کردی؟ این قضیه مرقوامه. چی؟ این قضیه مرقوامه. شما هم دوست داری از اینو بخوری؟ آها میگه غذای مورد علاقمه؟ چی؟ این قضیه موقع علاقمه. نگیم این چیه؟ اسم غذای مورد علاقه چیه؟ اسمش سبتاوه. چی؟ اسمش فکر کنم اگه مورد علاقه نیست من الان چیکار کنم اینطوری کردی؟ گوشته. توشم گوشت ریختم. هر چی توی حالا مواد چیز بوده اولیه در چیه؟ آورده ریخته. نگاه. مواد اولیه‌شو بگو بابا چیه؟ چیا ریخته؟ که یاد بگیریم ما هم درست کنیم. خوبه برای یه اگه تو بدن. نبودی ما با چی و با میگه چی موادش خوبه برای بدن. بیا بخور از اینا.